به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم بینندگان محترم. امیدواریم ویدیویی را که تقدیم شما میکنیم مورد پسند شما قرار بگیرد. در این ویدیو قصد داریم داستانی رانده شدن شیطان از درگاه الهی را برای شما تعریف کنیم. شیطان به مدت 6000 سال خدا را پرستش کرد که فقط 4000 سال آن را 2 رکعت نماز خواند. اما معلوم نیست که این 6000 سال از سالهای دنیا است یا از سالهای آخرت. اگر از سالهای دنیا باشد که همان 6000 سال خواهد بود، اما اگر از سالهای آخرت باشد هر یک روز آن طبق گفته قرآن 50000 سال از سالهای دنیا است. اگر 6000 سال را ضرب در 365 روز و حاصل آن را در 50000 ضرب بکنیم، جمعاً 109 میلیارد و 500 میلیون سال دنیا می شود. یعنی شیطان به اندازه این مدت خدا را عبادت کرده و دائما مشغول نیایش و ستایش او بوده است. شیطان در میان فرشتگان مشغول عبادت بود تا وقتی که خداوند اراده کرد در زمین برای خود جانشین خلق کند. به ملائکه خطاب کرد که میخواهم جانشین در زمین به وجود بیاورم و آنان را از این مقصد خود آگاه کرد. قرآن در این باره میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. در این هنگام ابلیس به وسط زمین آمد و فریاد زد: ای زمین، آمدم تو را نصیحت کنم. خداوند اراده کرده است از تو پدیده به وجود آورد که برترین خلایق باشد و من می ترسم که خدا را معصیت کند و داخل آتش شود. در نتیجه تو داخل آتش شوی و بسوزی. وقتی ملائکه مقرب آمدند از تو خاک بردارند، آنها را به خدای بزرگ قسم بده از تو خاک بر ندارند. وقتی خداوند به ملائکه خطاب کرد و فرمود: میخواهم روی زمین خلیفه و جانشین برای خود قرار بدهم، ملائکه موافق نبودند. گفتند اینه که میخواهی خلق کنی در آینده خونریز و مفسد خواهد شد. بعد از آن که خداوند جواب آنها را داد تسلیم شدند. با آنها خطاب کرد: وقت خلیفه خود
آدم را خلق کردم و از روح خود در او دمیدم، همه شما در برابر او سجده کنید. بعد از آن که خداوند او را خلق کرد و از روح خود دمید، به ملائکه فرمان داد برای اعتراف به مقام شامخ او در مقابل او سجده کنند. همه این ملائکه فرمان بردند و به سجده افتادند. مدت در حال سجده بودند، ولی شیطان که آن زمان در صف فرشتگان بود، از روی خودخواهی و غرور به خداوند گفت: خدایا، مرا از سجده کردن بر آدم معذور بدار. خداوندا، تو را چنان سجده کنم که تا به حال هیچ ملک مقرب و هیچ نبی مرسل سجده و عبادت نکرده باشد. خداوند در جواب فرمود: مرا نیاز به عبادت تو نیست. از تو میخواهم آنچه را که دستور میدهم انجام بدهی، نه آنچه را که خود میخواهی. سرانجام ابلیس قبول نکرد، حسدی را که در قلبش بود ظاهر کرد. خداوند هم در مقام بازخواست او فرمود: چه چیز تو را باز داشت که سجده نکنی بر مخلوقی که او را به قدرت و عنایت خویش آفریدم؟ شیطان پاسخ داد: از حیث عنصر و گوهر و ذات من از آدم برترم. کسی نمیتواند با من برابر شود. هیچ موجود به جایگاه رفیع و بلند من نمیرسد. از گوهر فروزان آتش آفریده شدم و او از عنصر تیره و بی ارزش گل. پس روا نیست که من در مقابل او سجده کنم. خداوند هم به خاطر سجده نکردن بر آدم فرمود: از میان ملائکه و بهشت پرنعمت و جاوید من بیرون شو، زیرا از مقام مقرب و رفیعی که تاکنون داشتی رانده گشتی. لعنت من هم تا روز قیامت بر تو باد. سپس او را به خواری و ذلت از پیشگاه خود راند و از رحمت خود دور ساخت. قرآن کریم در این باره می فرماید: اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اگر سوال یا پیشنهاد درباره محتوای این ویدیو داشته باشید، در تگ همین ویدیو نویسید، انشاءالله که ما جواب میدهیم. بینندگان محترم، اگر میخواهید نوارهای قصه های قرآنی، احکام شرعی و نوارهای ترجمه قرآن با زبان تاجیکی را مشاهده کنید، مرحمت در کانال ما ابونه شوید.